نخستین جشنواره ملی انعکاس سخن، پایتخت خوشنویسی ایران، استان قزوین. سلام، زهره امامی هستم، مدیر جشنواره انعکاس سخن. قراره یه اتفاق خیلی خوب رو با هم تجربه کنیم. 120 شرکت کننده داریم که قراره به 10 گروه 12 نفره تقسیم بشن و با هم به رقابت بپردازن. از هر گروه 2 نفر به مرحله نیمه نهایی راه پیدا میکنن و از این 20 نفر 5 نفر با آرای مردمی به فینال میرن. شما عزیزان بعد از پخش اجرای هر گروه 5 روز فرصت دارین تا برای خودتون رأی جمع کنید و به مرحله بعدی راه پیدا کنید و برنده جایزه 200 میلیون ریالی ما بشین. به امید موفقیت‌های روزافزون شما عزیزان. قصه و قصه گویی همیشه برای ما یه حس خوب داشته، یه حس نوستالژی قدیمی که مامانمون برامون قصه میگفتن. اما این بار آروشا صادق بگی از قزوین میخواد برامون قصه بگه، پس بریم قصهشو گوش کنیم و برگردیم. سرآغاز هر نامه نام خداست که بی نامه اون نامه یکسر خطاست. با سلام خدمت داوران محترم و تماشاچیان عزیز، آروشا صادق بگی هستم و در بخش جذاب قصه گویی شرکت کردم. دوستان عزیز، به شهر زیبای قزوین خوش آمدید. خوشحال میشم که به قصه قشنگ من گوش بدید. اتل متل ستاره قصه داریم دوباره، هر کی که خوب بشینه قصه براش شیرینه. میدونی چیه؟ در واقع هیچ کس نمیدونه که قصه مثلها از کجا آمدن، ولی بعضی از اونا توی شبهای بلند زمستون از زبون پدر بزرگ و مادر بزرگها شنیده شدند و قصه منم یکی از اوناست. روزی بود و روزگاری، سالها پیش پرنده زیبا هر روز در دشتی سرسبز به سراغ درخت گیلاس میرفت و از اون گیلاس میخورد. اما یک روز مرد فقیری اونو دید و پشت درخت گیلاس قایم شد و گفت اگه من پرنده رو به دست بیارم غذا حسابی میخورم. روز بعدم پرنده رفت غذا بخوره، اما هیچ درختی گیلاس نداشت، انگار کسی اونا رو چیده. پرنده ناامید و گرسنه بود تا اینکه چشمش به دونه های روی زمین افتاد، اما تا رفت اونو بخوره مرد فقیر اونو تو دام انداخت. پرنده بیچاره که توی دام اسیر شده بود به مرد فقیر اصرار میکرد که اگه منو آزاد کنی هدیه خوبی بهت میدم. مرد فقیرم گفت منظورت از هدیه چیه؟ پرندم ماجرای گنجی که اتفاقی توی بیابون پیدا کرده بود و واسه مرد فقیر تعریف کرد و از اون قول گرفت که اگه راه گنجو بگه پرنده رو آزاد کنه. بله عزیزان، مرد فقیر و پرنده ساعتها توی بیابون گرم و سوزان راه رفتن که بالاخره به گنج رسیدن. اما مرد فقیر از پرنده سوالی پرسید، گفت بگو ببینم تو که انقدر زرنگی که از بالا آسمون گنجو میبینی چجوری دونه رو دیدی و دامو ندیدی؟ پرندم گفت بله درست میگی، انقدر که گرسنم بود از روی حرص و طمع عقلم خوب کار نکرد، چون دونه واسه پرنده ها مثل گنج واسه آدم هاست. اما تا هم از روی حرص و طمعت دونه دیدی و دامو ندیدی. مرد فقیر که زبونش بند اومده بود گفت منظورت از دام چیه؟ تا سرشو برگردون دید یه غول بیابونی داره بهش نزدیک میشه. مرد فقیر بود و
طول بیابونی به دنبالش بدو. پرندم که خنده کنان از بیابون دور می شد فریاد می زد دونه رو دیدی و دامو ندیدی. امیدوارم که هیچ وقت گرفتار دامهای زندگیتون نشید و اگرم شدید ازش درس بگیرید. قصه‌مو پسندیدید؟ به دلتون نشست؟ ما ایرانی‌ها توی قصه و قصه گویی همیشه معروفیم و الان یه قصه خیلی قشنگ رو گوش کردیم با اون لحن بسیار زیبا، صدای قشنگ، صدای طنیندار آروشای عزیز و دوست دارم نظر شما رو بدونم. نخستین جشنواره ملی انعکاس سخن پایتخت خوشنویسی ایران استان قزوین.